اینجا برنامه لیزولوفتیه که به 2 قسمت تقسیم میشه. خانوما با منن، آقایون با بردیا. بچه‌ها تو کانال من چالش آقایون رو گذاشتیم، خیلی متفاوت و زیبا و خنده‌داره. امیدوارم که خوشتون بیاد. لینک کانالم هم تو دیسکریپشن هست، حتما بزنید. بعد از این قسمت دیدید اون قسمت هم ببینید. بقیه توضیحات هم که خودت میدید. خانوما هم که خیلی خفن ترن از پسرا، توضیحات هم که این برنامه میدم. خب بریم برای معرفی تیما. از بزرگترا شروع می‌کنیم. بزرگترا کدومتون میشید؟ این بریا بفرمایید. با نام و یاد خدا. سلام، فاطمه هستم. سلامی درود خدمت شما بینندگان عزیز. سهیلا هستم. خب شما یه اسم برای تیمتون انتخاب کنید تا کوچیک‌تر خودشون معرفی کنه. معرفی کنید. بفرمایید. سلام مریدام. سلام المیرای بازیم، تیم برنده. خب اسم تیمتون؟ پلنگ. اسم تیم شما؟ پلنگ‌کش. خب بریم برای بازی لیلیز. بچه‌ها یه سینی با 4 تا لیوان آب دستشونه. باید با سرعت، یعنی تو 6-7 ثانیه باید اینو رد کنن. تو هر لیوان هم یه ذره آب باشه قبولن. بریم برای بازی. سرگروهتون با سرگروه سنگ از قیچی برید که بریم کی شروع کنه. کاغذ قیچی. سنگ 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 کاغذ قیچی. دو سنگ کاغذ قیچی. وای. شما شاید شروع کنید. بله. خب کلا 10 ثانیه تایم داری که تا برسی اون آخر. خب فقط اینکه آروم بری باختی. از همون اول میپری، از خونه اول تا آخر. یه ذره آب بمونه تو لیوانت بردی. بریم 3 2 1. برو هنوز آب داری. تموم. پلنگ کش. 3 2 1. برو. نه نمیفته. آفرین. آقا آب من سیف شه. بیا جلو. خوشگلم بیا اینجا وایسا. 6 کیلومتر عقب‌تر می‌خواد بپره. خب برو 3 2 1. آفرین. نپرید. اعتراض دارم. نپرید. برگشت. این چرا یواش میره؟ نمیپره. بچه‌ها من مثل پسرا نیستم اینو قبول کنم. قبول نشه. ماشاءالله داور. بفرما. بادم جون باخت. پلنگ‌کش هست. بچه خیلی سوره. پلنگه چش قشنگه. 3 2. پلنگه چش قشنگه. یعنی باید بخوری بعد آقا. بپر. بودو تایم. تایمتون تمومه ولی اشکال نداره. وسطش قهر کرد. دیگه فایده نداشت میدونم. آقا میبینم که پلنگ‌کشا هیچ کاری نتونستن بکنن. پلنگا در امتیاز گرفتن. میریم برای مرحله بعدی. این مرحله زیاد سخت نگرفتم. از ثانیه‌هاشون هم رد شدم. ولی مرحله بعدی خیلی قراره سخت بگیریم. بریم برای مرحله بعدی. خب بچه اومدیم واسه بازی سراب. این مرحله خیلی سخته، برای همین 20 امتیاز دارن هر تیم. تیم پلنگ با پلنگ‌کش بچه‌ها با سوت من شروع می‌کنید. میرید همزمان یه لیوان آب می‌خورید برمیگردید. 5 دقیقه تایم دارید، برگشتید رفیقاتون میرن. اوکیه؟ 3 2 1. بودو ساینا.
آخر پاشی تو صورت اعتراض دارم. چی شد؟ دیوان آخر پاشی تو صورتش رفت. ولی درخواست دارن. درخواست ویدیو چک. کدوم تیم بردن؟ من میگم پلنگ‌کش. پلنگ‌کش. این بری بود. پلنگ‌کش برد. تو خندیدم. شرمنده. دنبال پاسخایی. خب بچه‌ها پلنگ‌کش این قسمت رو برد. خب رسیدیم به بازی سوم سور تو گل. بچه‌ها از هر تیم یه نفر اینجا وایسید، یه نفرشون دروازه است. سویلا باید سری گل بزنه، بعد جابجا میشن تا هر کدوم 3 تا گل بزنن. ببینیم کدوم تیم میبره. چون خیلی مرحله سختیه، 30 امتیازیه. با سوت من شروع کنیم. بریم. برگرد بودو. آره سری برو. آه. آه. بدو. بعد میبینم تو بزرگا. این رو سمت تو میدوه درمش بالا وارد میکنه چه شوتی میزنه چه توپی رو میگیره سویلا یه سوپر واکنش از سویلا دیدیم سیش به تن آدم مو میشه چیه این فوتبال این رسمه پرنگوش به سمت توپ میداره خیلی خفیف شده عجیب شده در بازی در این لحظات این رو پشت توپ زمش رو وارد میکنه به توپ و میگیره چه واکنشی نشون میده سویلا از تیم پلنگ صورتی تو پلنگ ایرانی مشکل بهت با این دروازه‌بانی خوبت کجا بودی تا حالا لعنتی تموم شد. هیچ امتیازی نگرفتی. آقا تو کامنت ها بگید پسرا قشنگ‌تر بازی میکردن یا دخترا؟ من که میدونم پسرا. 3 2 1 فاتی بزن جابجا شو بدو فاتی برگرد بگیر توپو نگرفتی گل شد بدو فاتی بزن برو فاتی سری برگرد فاتی تو این بری کن برگرد بدو یارم ریده فاتی برگرد حداقل برگرد بدو تمام پس اون مونده چیه؟ فیلکاش برد بابا پلنگ‌کشا بردن. چند بردیا 30 تا 2 هیچ امتیاز گرفت. به 50 امتیاز شدن. 100 آفرین 1300 آفرین شدن 50 امتیاز. بنده خدا پلنگا 10 امتیاز. خوش سرتون. 10 میلیون تومان مبارکتون باشه. برید سیفیاشونو بیشتر کنن پلنگ کش شدن ژلاشونو بیشتر کنن ببرم یه جایی. بلند اگه راستگی بلند من دارم با این آدم زندگی میکنم توی خونه. فاتی برو کنار فاتی پاشو بدوید. این نشون میده در رقابت هنوزم رفیقم. خب این 3 تا چالشمون هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بچه‌ها قسمت‌های بعدی با کلی آدم‌های جدید و چالش‌های خفن‌تر داریم که بچه‌ها آقایونش هم توی کانال من همین الان پخش شده همزمان. لینکش هم تو دیسکریپشن هست بزنید ببینید. اگر هم کسی میخواد شرکت کنه چه خانم چه آقا آیدی پیج خودم میاد این پایین پیام بدید هماهنگ کنیم با هم دیگه.